بانک ملی تاجیکستان خبر داد که در 6 ماه اول امسال مهاجران به تاجیکستان 195 میلیون دلار کمتر پول انتقال دادند که نسبت به سال گذشته 14.8% کمتر است. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی 22 ایول در نشست مطبوعاتی گفت در این 6 ماه مهاجران کاری به کشور 999 میلیون دلار انتقال دادند. تاجیکستان یکی از آن کشورهای دنیاست که اقتصادش سخت پایبند پول مهاجران کاری می باشد. تقریباً 1 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان در روسیه کار و اقامت می کنند. رئیس بانک ملی افزود که وضع انتقال پول در ماه ایون بهتر شده به تاجیکستان نسبت به همین دوره سال قبلی 0.7% پول زیاد وارد شده است. مهاجران تاجیک سال گذشته از روسیه به تاجیکستان 2 میلیارد و 576 میلیون دلار فرستاده بودند که به 33% مجموع محصولات داخلی برابر است. بانک جهانی آخر ماه اپریل در گزارش کاهش رکوردی مبلغ‌های انتقالی مهاجران را در جهان پیش بینی کرده بود. بنا به بهاگذاری این نهاد بین المللی مالی، کم شدن مبلغ‌های انتقالی به کم شدن معاش و کاریابی مهاجران ربط دارد که در سال 2020 20% را در بر می‌گیرد. رئیس جمهوری تاجیکستان نیز ماه اپریل امسال در نامه به صندوق بین المللی پول کم شدن انتقال پول مهاجران را اعتراف کرده است. او گفته که انتقال پول از روسیه به تاجیکستان در ماه مارس و نیمه اول اپریل 50% یا 80 میلیون دلار کاهش یافت. در نامه گفته شده است که کم شدن انتقال پول مهاجران ممکن است چند ماه دوام کند و این به کاهش سطح استعمال و افزایش بیکاری و تأثیر به بازار اسعار آورده رساند.